חזקים וברוכים به سیمانه تابا بحث دیگری را از ایگرت هرمبان، نامه‌ای برای ادوار، نامه‌ای برای والدین. درسته که هرمبان این نامه رو برای فرزندش نوشت که اون رو نصیحت بکنه، اما در واقع یک نامه برای تمام والدین که چطور بتونیم با قدرت خونسردی کنترل تربیت فرزندان رو در خانواده بتونیم حفظ بکنیم. چرا که حامیم توضیح میدن تمام قدرت پدر مادر در تربیت فرزندان در خونسردیشونه، نه در عصبانیتشون، نه در طغیانشون. و ببینیم امروز هرمبان در ادامه ایگرت هرمبان نامه خودش به دنیا میخواد چه نصیحتی رو به ما بکنه و چه راه حلی رو جلوی ما بگذاره. اسکلم میسود به بیت یعقوب برای ترتیب این جلسات و این برنامه و امید که با نیت خوب همه به شاد و بتونیم همه چی به خوبی پیش بره. شما چه فرمودین؟ چطور صدای من بسته میشه؟ صدای شما یا صدای من؟ صدای من میاد؟ خب بارو خشیم. چطور صدای شما باز میشه؟ سوالتون اینه یا بسته؟ خب اگه بخوایم صدای شما بسته است، فکر نکنم من برای همه باز که بستم یه چیزی رو. میخواین یه بار دیگه سعی کنید ببینید میتونید باز بکنید. اونایی که خب حداقل اونایی که صداشون بازه، شما فقط صدای منو دارید اینجا. چی میگه اینجا؟ چی میگه اینجا؟ میگه خب الان چی؟ صدای شما میاد؟ یا میتونید خودتون رو باز کنید؟ علامت دست
سلام، حرف بستین. اوکی خب صدا اومد، خدا رو شکر. شما شروع کنین، هر کس سوالی داشت میتونه بنویسه، من برای صداشو باز میکنم. بنویسه، شما صداشو باز میکنه. پس صدا از طرف شما باز و بسته میشه. خب تسکل مسود، شما هم دسترسی دارین ولی خب یه ذره پیچیده است. بذرت هشم، اونهایی که براخ هشم هنوز شناسنامهشون 90 سال به بالا نیست و حافظهشون از 2 هفته پیش سر جاشه، ما چی خوندیم؟ در مورد چی صحبت کردیم؟ گفتیم عصبانیت در خانواده یا کلاً در زندگی، اونهایی که یادشونه اشاره میکنم، گفتیم که ما نمیتونیم به جنگ احساس با لاجیک، با منطق بریم. گفتیم به جنگ احساس با چی میریم؟ گفتیم عصبانیت یه احساسه، حسادت یک احساسه، افسردگی یک احساسه. به جنگ احساس گفتیم با منطق و لاجیک که بخوایم بگیم 2 تا 4 تا چه جای عصبانیت، چه جای حسادت، چه جای افسردگیه. گفتیم نمیتونیم با لاجیک منطق بریم 2 تا 4 تا. پس با چی میریم؟ گفتیم به جنگ احساس با احساس دیگه میریم. و اون چه احساسیه که میتونه جلوی عصبانیت ما رو بگیره، جلوی حسادت ما رو بگیره، جلوی طغیان و جلوی افسردگی ما رو حتی بگیره؟ احساس اناوا، تواضع، فروتنی، افتاد خاطر بودن. چرا که عصبانیت و حسادت و افسردگی هم اینها از یک احساس میاد. و اون چه احساسیه؟ غرور. همین چند وقت پیش بود که ماشین من کار نمیکرد. هر کسی میگفت یه چیزیشه، موتورشه، ترانسمیشن یعنی دیفرنسیالشه، باتریشه، هر کسی میگفت یه چیزیشه. آخر فهمیدیم فقط یه فیوز کوچیک بود. این فیوزه سوخته بود، تمام جریان برق ماشین رو قطع کرده بود. همه چی سالم، اما این فیوز ناسالم کنترل همه چیز رو در دست گرفت. همینطورم غرور یه فیوز کوچیکه. دیدید میگن طرف فیوزش پرید یا زود فیوزش میپره، تحمل نداره، نمیتونه مقاومت، خونسردی، طاقت نشون بده، زودی از کوره در میره. چرا؟ چون غرورش اجازه نمیده، بهش بر میخوره. احساس کسر شأن و شرم میکنه که آخه چرا. اما کسی که تواضع و فروتنه زودی بهش بر نمیخوره، زودی عصبانه نمیشه، زودی دکوراژه افسرده نمیشه، زودی به حسرت و حسادت نمیاد، چون طاقت و خونسردیش نمیگذاره فیوزش بپره. پس ما در واقع با تربیت فرزندانمون داریم اونها رو بی تربیت بار میاریم. چجوری؟ من که تازه میخوام اونو تربیتش بکنم. آره، ولی اگه میخوای در تربیتت از زهر عصبانیت
بددهنی، تحقیر استفاده بکنی، به جایی که اون رو تربیت بکنی داره اون رو بی تربیت میکنی، چون داری الگو و مربی اشتباهی براش میشی. داری بهش یاد میدی که تو هم چیزی بدت اومد عصبانی بشو، بددهنی کن، طغیان کن، خشونت به خرج بده، پایین بیار، کوچیک بکن، بد اخلاقی کن، قهر کن، بی توقع باش، بهت بر بخوره، پر توقع باش الی آخر. من کی این همه اینا رو یه باره به این یاد دادم؟ من تازه میخواستم بهش بگم که این چه کاری بود تو کردی، این چه. آره، ولی از طریقه بد اخلاقیت که باش رفتار کردی تمام این سمها رو درش یک باره قرار دادی. نه این بچه های من بچه های خوبی هن، اینا میدونن که من برای خوبی خودشون میگن، اونا هم بعداً برای خوبی خودشون میگن، برای خوبی دیگران میگن، خودشون رو جاستیفای میکنن، توجیه میکنن که این میدونه من فلان بیسار، برای خوبی خودت من میگم. آره، ولی چرا آبروشو جلو دوستاش بردی؟ آخه چند بار گفته بودم، گوش نداد، گفتم تا بفهمه. خیلی چیزای دیگه رو فهمید، فقط اینو نفهمید. فهمید که با آرامش کاری پیش نمیره، تا داد و بیداد نکنی کسی چیزی نمیفهمه. اینم رو فهمید، اینو تو یادش دادی. من و شما میگیم بذار اول آروم صحبت بکنیم بعد داد بزنیم، اما بچه ها میگن بابا کی حوصله آروم صحبت کردن داره، اما اول داد تو بزن بره که طرف بفهمه. کی بهش یاد داد؟ ما بهش یاد دادیم. شما میدونید در منزل بعضی از این پلیسا متاسفانه اون تفنگی که اون پلیس بهش دادن که بره جلوی آقا دزده رو بگیره یا جلوی قاتلین رو بگیره یا جلوی مجرمین رو بگیره، همون تفنگه توی منزل حواسش نیست، در رو باز میذاره، بچه میره سرش و متاسفانه همون تو خونه همون پلیسی که گفتیم چقدر تازه اون حواسش باید به جون دیگران باشه، جون بچه خودش تو خطر میفته. چرا؟ چون به خاطر اینکه از اون وسیله‌ای که فکر کرد برای دفاع جون دیگران استفاده میکنه، اتفاقا همون وسیله باعث خطر جون خودش شد، خانواده‌اش شد، بچه‌ش شد. عصبانیت هم همون تفنگه است. اگر درست ازش حفاظت نکنیم، در هنگام ضروری اینکه بخوام تو هر موقعیتی فعلا با عصبانیت شروع کنیم، اگر دیدیم نتونستیم دیگه بگیم بابا چقدر باید داد بزنم، چقدر باید سرم درد بیاد، چقدر باید هنجرم و فلان بکنم، اون موقع آره با آرومی دیگه صحبت. ولی اول با عصبانیت. آقا ده چیکار میکنیم؟ اول عصبانیت، بعد اگر دیدم نتونستم خودمو میزنم به مظلومی با آرومی که فکر نکنه که من سرم نمیشه. اول با قلدری، با عصبانیت. و همین درس رو ما به بچه ها یاد میدیم که نمیخوایم با آرامش اول صحبت بکنیم، با تواضع، با فروتنی. چرا؟ چون غرور ما قدرت تحمل از ما میگیره. همه چی باید بر طبق مراد ما باشه، بر طبق خواسته ما باشه. یک ذره پس و پیش بشه زودی حالت دفاعی میگیریم که بخوایم
گربه رو دم هجله بکشیم که این فکر نکنه که من حواسم نبود. چه اشکالی داره مردم ما را ساده حس بکنن؟ چه اشکالی داره مردم فکر کنن که ما حواسمون نبود؟ چه اشکالی داره آدم بعض ما خودشو بزنه به کوچه علی چرب؟ چرا فکر میکنیم که انقدر آبروی ما مهمه؟ مبادا کسی فکر کنه که من چیزی سرم نمیشه. اتفاقا هر چقدر بیشتر مردم فکر کنن ما سرمون نمیشه بهتر با ما رفتار میکنن، ولی هر چقدر فکر کنن ما سرمون میشه هی خودمون رو بیشتر توی جنجال و توی آزمایش میندازیم. سادگی، تواضع، فروتنی برکت و برخایی خودشو داره. همه به افراد ساده میخوان کمک بکنن، همه میخوان با افراد متواضع دوست باشن، همه از افراد خونسرد و آرام یه خاطره خوبی دارن. چرا همیشه ما باید به مردم بقبولونیم، شیرفهم بکنیم که آقا من آدم با عرضه‌ای هستم، من آدم با عقلی هستم، من آدم با سوادی هستم، من آدم با سیاستی هستم، من میدونم دارم چیکار میکنم، سعی نکن منو گول بزنی. هی میخوایم مقام خودمون رو در نظر مردم حفظ بکنیم، مبادا کسی ما رو دست کم بگیره. دست کم بگیره. اگر من به خودم شک ندارم، خدا رو شکر زندگیم کارم داره پیش میره، احتیاج به تبلیغات و شهرت ندارم که مطمئن بشم که همه بدونن که من آسه برو آسه بیا که گربه شاخه نزنه. چرا حتما باید سر زبونا باشیم؟ چرا حتما همه مانند سریال های دنبالدار توی تلویزیون باید زندگی ما رو دنبال بکنن؟ آخر چی شد دیروز دعواتون شده بود؟ هفته پیش راستی چی شد آخر قرار بود برید پیش وکیل؟ چرا باید همه مردم دنبال مراحل رویدادهای سریالهای زندگی من باشن؟ سرم تو لاک خودم باشه، با بچه‌ام با خانواده‌ام زندگیمو بکنم. چرا همش بعد هی سر زبون دیگران باشم به خاطر مبادا که کسی بخواد به من اجحافی بکنه، ناحقی بکنه و به خیال خودم هی از همه حق خودم رو بخوام طلب بکنم و دفاع بکنم و به هر جوری شده چنگ و دندون حتما محافظ منافع خودم باشم. همه اینا برای انسان دردسر میاره، اعصاب خورد کنی و بد اخلاقی میاره که طرف حوصله زن و بچه خودش هم نداره، حوصله نوه و بچه‌هاش هم نداره. یه دقیقه های چطوری بابا، چطوری فلان مامان، بعدش دیگه حوصله نداره. بیا بچه تو بگی برو. چرا؟ این حالا یعنی نوته بچته، چرا حوصله‌شو نداری؟ نمیدونم حوصله‌شو ندارم، از دیروز تا حالا فکرم فلان. چرا؟ به خاطر نکته سنجیامون، به خاطر حالا سختگیریامون، به خاطر اینکه نمیتونیم گذشت بکنیم و بگذریم، همش میخوایم توی جنگ و انتقام باشیم که فقط فکر نکنه که من فلان حالیش میخوام بکنم، همش تو فکر تصفیه حساب. آیا حیف نیست زندگی خودمون رو هی تلختر و جنجالیتر میکنیم که چیه؟ نمیخوام کسی منو دست کم بگیره. من که خودمو قبول دارم، من که خودم از امتیازات خودم باخبرم، حالا دیگری دست کم بگیری یا نگیری. اون مغازه‌داری که بهش بر میخوره مشتری اومد تو چقدرم تازه سوال کرد، خرید نکرد. درسته شما سر این مشتری عصبانی میشی،
اما دیگه حوصله اون مشتری بعدی که چه بسا میتونه خریدار باشه رو نداری، چون دیگه اخلاقت، مودت، خلق و خود دیگه تغییر کرد. دیگه حوصله حرف زدن، حوصله توضیح دادن، حوصله خندیدن و حتی صحبت هم نداری. مشتری بعدی که میاد میگه اونجاست، آقا یکی بره کمک این بکنه. اون موقع است که کسی نمیره کمکش بکنه، بی‌اعتنا، اونم مشتری اصلی رو از دست میدی. چرا؟ چون روی مشتری فرعی عصبانی شدی. ولی اگر اون مشتری فرعی میگفتی خواهش میکنم حالا هر موقع که خواستید بازم بیایید، مغازه خودتونه، اشکالی نداره، بالاخره همه اول پرسجو میکنن، تحقیق میکنن، بعد تصمیم میگیرن و خرید میکنن، عیبی نداره، خواهش میکنم، خوشحال شدم، شالوم شالوم، خداحافظ. خیلی آروم، دوستانه، بدون اینکه بهمون بر بخوره. اون موقع است که مشتری بعدی که میاد با همون آرامش، نرمش، با همون گرمی از مشتری اصلی و خرید و سود بالا رو نصیب خودمون کرد. حالا اونایی که از مقامات بالا صداشون بازه و میخوان جواب بدن، آیا توی خانواده مشتری اصلی کیه، مشتری فرعی کیه؟ ببینیم کی میتونه جواب بده. توی خانواده مشتری اصلی کیه، مشتری فرعی کیه؟ آیا من با چه مشتری اگر آروم باشم اون مشتری اصلی رو تازه بهتر میتونم کمک بکنم و معامله بکنم؟ آیا زن و شوهر مشتری اصلی هم دیگه هستن یا پدر مادر و فرزند مشتری اصلی هم دیگه هستن؟ اگر زن و شوهر مشتری اصلی هم دیگه هستن، پس بچه ها میشن مشتری فرعی. اگر بچه ها مشتری اصلی هستن، پس زن و شوهر میشن مشتری فرعی. به نظر شما تو خانواده مشتری اصلی کدومه، مشتری فرعی کدومه؟ کی میتونه جواب بده؟ یعنی کی صداش بازه که جواب بده. خب ما اینجا تقریبا 16 برخواب یا بیننده یا شنونده داریم. آیا خب کی صدای ما رو تا حالا میشنید، کی صدای ما رو تا حالا نمیشنید؟
اینجا خب اینجا انگار عقیده های مختلفه. خب پس آیا به نظر شما مشتری اصلی اینجا کیه؟ زن و شوهر یا فرزندان؟ آیا ما بیشتر بعد حواسمون به کدوم ارتباط باشه؟ ارتباط زن و شوهر یا ارتباط پدر فرزند؟ معمولاً کدوم به کدوم چه ارتباطی به چه ارتباطی کمک میکنه؟ ارتباط زن و شوهر با هم به ارتباط پدر مادر و فرزند کمک میکنه یا ارتباط پدر مادر و فرزند به ارتباط زن و شوهر کمک میکنه؟ از نظر تاریخی شما بخواید حساب بکنید، یه درخت به نظر شما قسمت اصلیش کدومه؟ شاخ و برگشه که میوه ها رو در اون قرار میدن یا ریششه که باعث رشد درخت میشه و در زیر خاک قرار میگیره؟ آیا موقعی که ما شروع ازدواج میکنیم، شروع خانواده میکنیم، زن و شوهر با هم ارتباطشون برقرار میشه یا پدر مادر و فرزند ارتباطشون با هم برقرار میشه؟ آیا موقعی که به سلامتی بچه ها ازدواج میکنن میرن، ارتباط کدوم بیشتر قوی تر میشه یا باقی میمونه؟ ارتباط زن و شوهر یا ارتباط پدر مادر با فرزندان؟ پس همگی ما از نظر ترتیب زمانی و ترتیب مرحله‌ای هم توی خانواده و ازدواج اگر نگاه بکنیم، زن و شوهر مشتری اصلی هم دیگه هستن، چون تمام بنای خانواده رو با هم گذاشتن و اینها مشتری اصلی هم دیگه باقی میمونن، چون تمام ادامه خانواده بازم با خودشونه. بچه ها ازدواج میکنن میرن. اگر ما این امر رو قبول بکنیم، حقیقت رو توجه بکنیم که بیش از اون چیزی که من ناز بچه هامو میخرم برای بچه هام خرج میکنم، وقتمو خوابمو برای بچه هام میذارم، اگر به همون مقدار چه بسا بیشتر برای همسرم، برای شوهرم این چنین فداکاری و یا تحمل یا خونسردی یا بخوام زحمت متحمل بشم، مشتری اصلی رو دریافتم. اون موقع است که فروش اصلی، سود اصلی میتونه نصیبم بشه. متاسفانه ما برای بچه ها بیش از اون چیزی که برای زن و شوهر، همسر و شوهرمون لازمه مایه میذاریم. از زن و شوهر، از همسرمون، شوهرمون میزنیم برای بچه هامون. دلمون رو خوش میکنیم. همین که من با بچه هام هستم، بچه ها منو قبول دارم، بچه ها
خب ارتباط بین زن و شوهر چی؟ ببینید دیگه من نمیدونم چی بگم، اونم یه جوری بود فلان، ولی همین که من با بچه هم، ما بچه ها را میکنیم سنگرمون، میکنیم پناهگاهمون، نه واقعا قله اوج پیشرفتمون. سرمون رو با بچه ها گرم میکنیم که مبادا بخوام سرمو با شوهرم یا همسرم گرم بکنم. چرا؟ چون بخوام با همسر و شوهرم سرمو گرم بکنم باید سرمو بیارم پایین، یه ذره خمیدگی، تسلیم، اطاعت، عطوفت، صبر و شکیبایی به خرج بدم. حوصله ندارم، غرورم اجازه نمیده، نمیتونم تحملش بکنم که من بخوام به اون گوش بکنم یا من بخوام با اون همکاری بکنم. ولی بچه هام انقدر بهشون رشوه میدم، براشون میریزم و میپاشم و میپزم و میدوزم و میبرم و میارمشون که اونها رو محتاج خودم حس بکنم که اینها هم بخوان که همیشه با من باشن، چون من انقدر دارم براشون زحمت میکشم. چطور بچه ها تو رو عصبانی بکنن 2 ساعت دیگه فراموش میکنی، شروع میکنی براشون بیش از پیش زحمت کشیدن. زن و شوهرت عصبانیت بکنه 1 هفته تاقچه بالا میذاری. چه فرقی داره؟ اصلا چه ارجعیتی داره؟ تو که داری بدآموزی میکنی، که داری به بچت میگی هر کاری کردی، عصبانیم هم کردی، بد دهنیم هم کردی، احترام هم پایین آوردی، اشکال نداره، بعدا هنوز ما دوستیم، رفیقیم، هنوز من براتون زحمت میکشم. اما شوهر، همسر بگه بالای چشمت ابرو، فوراً وکیل و وکیل کشی و فوراً تلفن و تلفن کشی و فوراً لشکر کشی که این به چه حقی فلان بیسار. همین کار رو که 10 برابرش بچت سرش رو برد. حالا اون بچه آدمه، میبخشید ریشه که مهمتر از شاخ و برگه، که زن و شوهر ریشه همدیگه هستن. اگه همدیگه رو آبیاری نکنن، تشویق نکنن، کمک نکنن، شاخه‌ای وجود نداره که بخواد میوه‌ای سبز بشه، خانواده‌ای وجود نداره که بخوایم ارتباطی باش داشته باشیم. گول بچه هامون رو نخوریم. اینها یک مهمانهایی هستن، میان و میرن، مشتریای فرعی هستن، مشتریای اصلی خود زن و شوهر هستن. پیش اونها پناه نبریم، اونها رو سپر خودمون نکنیم. من برای بچه هام زحمت میکشم، حوصله زن و شوهر ما ندارم. خودمون رو داریم به جایی که بکنیم شریک زندگی، داریم میکنیم کارگر زندگی. کسی که با زن و شوهر خودش همکاری داره شریک زندگیه. اما کسی که فقط خودشو فدای بچه‌هاش میکنه بدون اینکه هیچ ارتباطی، عطوفتی یا فداکاری برای گذشتی، بخششی برای زن و شوهرش داشته باشه، خودشو داره میکنه کارگر بچه‌هاش، نه شریک زندگی. خیلی فرق داره که توی کمپانی آدم شریک کمپانی باشه یا کارگر کمپانی باشه. کارگر کمپانی هر موقع بخوان آدم ها اخراج میکنن، هر حقوقی بخوان به آدم میدن، هر حرفی بخوان به آدم میزنن. اما شریک کمپانی اونم حق رأی داره. شریک کمپانی نیمی از سود کمپانی مال اونه، نه فقط یه حقوق بخور و نمیر. هر موقع هم نمیتونن اخراجش بکنن. حق امضا داره، حق شراکت داره، مالکیت داره، مال اونه. پس اشتباه نگیریم مشتری ها رو تو زندگی.
نگذاریم غرور ما رو گول بزنه. چون ما غرورمون بچه هامون رو میتونه تحمل بکنه، باشون میریم و میایم و چقدر تحملشون رو میکنیم و سختی هاشون رو بر دوش میگیریم و الی آخر. ولی موقعی که چون غرور ما نمیتونه مشتری اصلی همسر یا شوهرمون رو تحمل بکنه، حاضر میشیم با تیشه به ریشه بزنیم، توف سربالا، به ضرر خودمون عمل بکنیم، از مقام شراکت خودمون رو به کارگری بیاریم. همه اینا به خاطر چی؟ یک ذره تواضع، فروتنی رو نمیخوایم داشته باشیم. بهمون بر بخوره حتی یه نفر به ما بگه شما چقدر آدم متواضع و فروتنی هستید، کم توقع. به اون بر میخوره. یعنی چه کم توقع آقا؟ منم نه، توقعاتم مثل دیگرانه. چرا باید موقع که به ما رسید کم توقع باشیم؟ نه، منم حق ما میخوام، منم این توقع ما میخوام، منم فلان انتظارات میخوام باشه. چجوری دوستم اونجوری ازدواج کرد، نمیدونم دوستم فلان جوری، پسر خاله و دختر خالم اونجوری، منم میخوام اونجوری. تواضع، حالا که به ما رسید میگن تواضع، فروتنی. قبول بکنیم انتظارات ما موقعی موجه قرار میگیره که درش هیچ نوع غروری نباشه، به محض اینکه انتظارات ما با غرور، حرص و ولع، توقع و جاطلبی همراه باشه، متاسفانه هیچ نوع مشتری نداره و این متاسفانه سقوط نهاییه که نه مشتری اصلی دیگه محلش میذاره، نه مشتری فرعی، نه زن و شوهر، نه بچه ها. چرا؟ به خاطر غرورش، به خاطر این پرتوقع بودنش، به خاطر طلبکار بودن از همه و نکته سنج بودن. از هر کسی یه عیبی میگیره، یه عیب و ایراد میگیره. همه دزدن، همه دروغگوان، همه بدن، همه سودجوان، همه کلکن، همه. یه تنها آدم راست و پاک و بیریا و رو راست و فداکار هست، اونم این آقای ماست، این خانم ماست. همه دیگه دزدن، همه دیگه بدن، همه. خداوند فقط یه دونه بنده خوب داشت و داره، اینم شخصیه که هنرپیشه داستان ماست. اگر نه همه یه عیبی دارن. چرا فلان، چرا بیسا؟ از همه جا یک جای عیب و ایراد وجود داره، یه جای شکوه و شکایت وجود داره. چه مجلس عزا بره، چه مجلس جشن بره، با یه خاطر منفی همیشه میاد خونه. چرا؟ به خاطر غرورمون. همیشه از همه عصبانی هستیم و از همه طلبکار. به همین دلیل ایگر ترنبان میگه چرا هی خودتو میندازی تو درد سر و تو چاله و چوله؟ از چاله خودتو در میاره میندازی تو چاه. از یه مشکل بزرگتر خودتو به مشکل عظیمتر. یه ذره سرتو بیار پایین، ببینی خدا رو شکر همونطور که تو با مردم تا میکنی، مردم هم با تو تا میکنن. همونطور که تو با زندگی مدارا هستی، زندگی هم با تو مداراست. معمولا اونهایی که قد بلندن همیشه پیشونیشون زخمیه. چرا؟ یا سرشون زخمیه. چرا؟
چرا اونهایی که قد بلندن یا پیشونیشون زخمیه یا سرشون؟ چرا؟ چون انقدر قده رو، گردنه رو بلند شق نگه میداره، هی سرش میخوره به تاق، هی سرش میخوره به دیوار، هی سرش میخوره به در. آقا یه ذره سرتو خم کن، میبینی همه چی به خوبی پیش میره. چرا باید مشکلات فقط تو خونه تو باشه، تو زندگی تو باشه، تو محل کار تو باشه؟ 10 تا کار عوض بکنی، 10 تا آدرس عوض بکنی، 10 تا فلان، 10 تا بیسار. آخه چرا؟ یه ذره سرتو بیار پایین، میبینی با همون اولی هم داری خوب پیش میره. هم تو با اونها مدارا هستی، هم اونا با تو مدارا هستن. هم تو اونا رو تحمل میکنی، هم اونا تو رو تحمل میکنی. یه ذره تواضع، یه ذره فروتنی، یه ذره کم توقعی، یک ذره از دیگران درس یاد گرفتن. نه اینکه فقط هی بخوایم به دیگران ما درس یاد بدیم، هی بخوایم عیب دیگران رو بگیریم. ببین میدونی که این اینجوری. خیلی ممنون، تشکر. من میخواستم بهت بگم، من برای خوبی خودت میگم، نه بیا همین الان بیا برو فلان. آقا عزیز شما گفتم خیلی ممنون، تشکر. هی میخوایم رئیس بازی در بیاریم همه جا. نه اینو اینجا نذار، نه اینو اینجور نکن، من فلان 20 ساعت به من زنگ بزن من برات فلان. هی میخوایم خودمون رو نخود همه آشی بکنیم، از همه پرسجو بکنیم. فلانی چیکار کرد، بیساری چیکار کرد، به من و شما چیکار کرد؟ سر تو زندگی خودت باشه. نه بالاخره آدم دلش میسوزه، دلت یه ذره برای زندگی خودت بسوزه. خودت انقدر یه زندگی نابسامانی داری، حالا شدی وکیل وصی دیگران، دلسوز دیگران. گر طبیب بودی پس بیایید به عزت چه بحث امروزمون رو از هارنبان این چنین نتیجه بگیریم: به کاشر تیناسل مینکاس. موقعی که آدم از عصبانیت بتونه خودش رو نجات بده، تعالی اللیبخان میداد هانوا، یک باره میبینی که نسبت به همه داری یه مقدار تواضع و فروتنی به خرج میدی، یک ذره برای همه احترام و ارزش قائلی، یک ذره گوش شنوا و اطاعت و تسلیم نسبت به دیگران داری. هی بهت بر نمیخوره، تازه داری دلیل‌هایی برای دوستی بیشتر پیدا میکنی. شهی میداد توان میکل هم میداد توود. بهترین میدا خصلتی که آدم میتونه تو زندگی داشته باشه خصلت تواضع و فروتنی. هارنبان داره به ما شهادت اینو میده، امضا. بهترین خصلت اناوا و تواضع و فروتنیه. نه همش بخوایم خودی نشون بدیم، مبادا کسی ما رو دست کم بگیره. معمولا جایی که سربالایه آب اونجا وای نمیسه، هی سر میخوره میاد پایین، هیچ چیزی اونجا بند نمیشه. اما جایی که گود سرازیریه همه چی اونجا باقی مونه. اصلا از همه جا یه باره همه چی به سمت اون میره. چرا؟ چون میکشه همه را به خودش. کسی که متواضع است، برکت، براخایی، حصلخا، موفقیت، از همه جا یه باره بهش سرازیر میشه. چون پایین خودشو پایین گرفته، همه اونو مورد توجه قرار میدن. اما کسی که خودشو بالا میگیره هیچ چیزی بند نمیشه، میاد و میره، موقت، همه چی دائم نیست. چه چیزی متاسفانه این رو از انسان میگیره؟ عصبانیت. چه چیزی میتونه این رو نصیب آدم بکنه؟ اناوا و تواضع و فروتنی. و همین دلیل هارنبان میگه مبادا که بدون اسلحه به جنگ عصبانیت بری.
این هیولای درون که خودمون هی بادش کردیم و بزرگش کردیم، با یه سوزن کوچیک بوم یه باره میترکه، همش تو خالیه، غرور تو خالیه، یه بادکنکه، با یه سوزن کوچیک تواضع فروتنی میبینی شکست. و اگر ما بتونیم اول با زن و شوهر با خودمون این تواضع و فروتنی رو رعایت بکنیم، میتونیم با بچه هم رعایت بکنیم، میتونیم با در و همسایه هم رعایت بکنیم. این که چطور غرورمون رو آسیاب بکنیم. این تفنگ پلیسی که به ما دادن برای دفاع از جون دیگران به موقع استفاده بشه و باعث خطر جونی خانواده نشه، ازش سوء استفاده نشه. پس بذرتشه به زخوت هارنبان بمد خدا سعی میکنیم که امروز بلی ندر یه تمرینکی داشته باشیم. 5 دقیقه در روز هم اگر بتونیم ما تمرین تواضع و فروتنی داشته باشیم، تمرین بی‌توقعی داشته باشیم، تمرین تحمل اطاعت داشته باشیم، 5 دقیقه در روز، میبینیم و مشتری اصلی پشت مشتری اصلی، حتی مشتری های فرعیمون هم دارن میشن مشتری های اصلیمون. هر کس میاد تو مغازه خریدی میکنه استودیو به ما میرسونه، همه طالب جنسای ما هستن. حتی خداوند هی به تفیلای ما گوش میده و برامون عملی میکنه. چرا؟ چون اون حالت تواضع و فروتنی رو در خودمون پدید آوردیم. هشم کمک کنه که همه اینا بتونیم به خوبی اجرا کنیم. باروخ هشم لعالم. آمین و آمین. حزکیم و بروخیم. تسکل مسود. ممنون از کلاس تاثیرگذارتون. صدای بعضی رو من باز کردم، یعنی همه رو باز کردم، بعضی رفتم بیرون دوباره اومدم. میتونن اگر سوالی دارم بپرسن. یه سوالی که بهمون بر نخوره. خب تسکل مسود بلونه در تا هفته آینده. هفته آینده میشه یعنی چند شنبه. هفته آینده میشه دوشنبه، درسته؟ تا دوشنبه دیگه یعنی چند روزه؟ 7 روزه. 7 تا 5 دقیقه میشه چند دقیقه؟ 35 دقیقه. 35 دقیقه بلندر سعی کنیم تا هفته دیگه رو خودمون کار بکنیم. روزی چند دقیقه؟ 5 دقیقه. خب الان 2 دقیقش گذشت، 3 دقیقه دیگه مونده برای امروز. به حسلاخا باشه. کلتو. شالوم شالوم.